خوشحال از اون هستم که باز با تو هستم. تو چی؟ من هم دیوانه خدا. بیا نگاه کن. این نقطه هایی در خریطه بوده خیلی مهمند. این نقشه رو ظریف آماده کرده است. رفیقان، عذر میخواهم که شما را بی‌ضابطه مینمایم، لیکن یک سخنی مهمی گفتنی دارم. بخیر باشد. تنجی است شاهین؟ شکر خدا که در این عملیات آخرین اجرا نمودن وظیفه هم به من نصیب گشت. لیکن میدانید طی چند وقت شد که خوب نیستم. بار دیگر خطا کرده حیات کسی را در خطر گذاشتن نمیخواهم. برای تبابت یافتن راهی را پیش گرفتم. آن را دوام دادن میخواهم. به خدا اگر در حقیقت خواهی، یعنی این برایت فایده داشته باشد، البته شاهین. تشکر. هنگامی تو در رخصتی شدم من به جای تو از پیشم برآمدگی را جوب چپا میکنم. شاهین پروا نکنی؟ به من نگر. اگر تبابت رو بهانه کرده بعد تماما اومدنی نباشی من قبول نمیکنم برادر. قسم که به این کارت مانع میشوم. آگاه باش. شاهین، تبابت گفتی. این چگونه تبابت است؟ وای حاضر چگونه فهمانم ظریف؟ بسیار عذر میخواهم محترم دادستان. از شما برای مصلحت نمودن در یک مسئله مهم 2 دقیقه وقتتون رو طلب کردم. میتوانم؟ البته. مایلش. چی شد؟ تنجی است؟ بعد به تو نقل میکنم. خدایا توبه. رفیقان، تبابت از همین عبارت است. چی یعنی؟ یگان روز انشاءالله نقل میکنم. خیر این خیل باشد چی گوییم؟ عاقبتش بخیر شود. برادران بین هر دوی شما چی گپی هست؟ لیکن من فهمیده نتوانستم. چی گوش کرده ایستاده ای شاهین؟ خودت را به موسیقی دادی؟ موضوعمون همین است. نه این خیلی گپ نیست. نباشد شاهین، این یگان موجی از عقل آدم بیرونه است. ظریف، تو مثل هر وقت در فکری کار هستی. الحمدلله. رفیقان، من از شما اجازت میخوام. رفتن و برنگشتن، برگشتن و به یکدیگر نرسیدن است. از من گناه گذشته باشد ببخشید. ما را هم ببخش. شما هم راضی باشید. تو هم راضی. از تو راضی شاهین. خدا راضی. تشکر. برادری من. خیر برادر عزیز، در پناه خدا باشی. یعنی چنان ظالم، چنان افلاس است که باوریتون نمیاد محترم دادستان. شخصی است که زنش رو در میز قمار فروخته است. گفته‌هایت کس را به دهشت می‌آورد. باز دوامش هست. مالک بازدادر دارد. نامش سنجر. سنجر التماس نکن. سنجر نمیخوام. نکن سنجر. نه التماس سنجر نکن این کارو. با من خانه دار میشوی. التماس. سنجر پیش از هر یک عملیات ترکاندنی بمب یک دختری نو خاندار شده را یافته با لباسهای عروسیش برنامه کرده میکشته است. هیچ باوریم نمی آید که چنین انسان ها وجود دارند. ممکن که
дар баъзе мавзӯъҳо якдигарро нафаҳмем, лекин мавзӯъ дар бораи зӯроварӣ нисбати занону духтаронамон аст. боварӣ дорам ки дастаҷамона амал мекунем. қатъиян ман ҳозир тайёрам ки бар зидди зӯроварӣ ба занон ва марги занон то қатраи охирини хунам мубориза барам. кори аз дастам омадаро мекунам. санҷар дар ниҳоят ба як духтар ошиқ мешавад ва бо духтар хонадор шудан мехоҳад. накун, илтимос накун. бас аз акун, кифоя. накун, ман чӣ гуноҳ дорам? накун, ман чӣ гуноҳ дорам? санҷар, илтимос, ин корро накун. санҷар! Зайнаб, ман туро мекушам. Fedai gazaya hak görünür ayan. Kahrımız, gazamız, bana ziyan ya Rahman. Сардорам, санҷари ҳайвон дастгир шудӣ. زینب تو چه به من این کارو کردیم؟ چه дар роҳбарии амалиёт комиссар шоҳин буд. ки шоҳини мо? бале. санҷар зайнаб маро рад кард, гуфта чунон асабӣ шудааст ки шаби аввалини ба ҳабс афтоданаш худкушӣ кардааст. набошад акаи ин молик чӣ? барои моликро шинохтан воқеаҳои аз сари бародараш санҷар гузаштаро донистан муҳим аст. чунки молик баъд аз ин ҳодиса, яъне баъди худкушӣ кардани бародараш, тамоман аз ақл бегона шудааст. تا وقتی که من نفس میکشم خاطرت زنده میماند برادر. молик барои интиқом гирифтан дар ҳар соли вафоти бародараш қасам ёд кардааст. яъне чӣ хел? аввал ягон духтари нав хонадор шударо ёфта вайро бадном мекунад. худо нигаҳ дорад. мутаассифона баъд духтарро кушта як амалиёти калони тарконидани бомбаро мегузаронад. инҳо инсон нестанд. ин чӣ гуна ваҳшоният аст? ва муҳтарам додистон, мутаассифона имрӯз солгарди вафоти бародари молик санҷар аст. накун, илтимос, накун. бас аз кифоя. زینب گفتنی آن سبب با امروز خاندار میشد است. همین خیلی نه؟ باز شرم نکرده در روزی که برادرم خود را آویخته از خاندار میشد است. ها؟ نکن، من چی گناه دارم آخر؟ از روی وی مرد برادرم و در روزی تویش. نفهمی؟ من وی را با رفیقی نزدیکترش میکشم. نکن، من چی گناه دارم؟ ای جادوگری به ناموس، من تو رو میکشم. دخترم، سیراب کجا شد؟
اگر آمدنی نباشد ما برای ما زنگ زدم لیکن تلفنش رو جواب نمیدهد مادر. به خونه‌شون زنگ زدم بر وقت بر اومده بوده است. نمیدونم اخیر. حالا باز کاشانه حسن آرایش و یک چند جای دیگر میرویم. دیر کردیم. کمتر دیگر انتظار میشیم. اگر سیراب نآید بعد میبینیم. بیا خوجین بیا. دخترک زیبای من. احسان باز تو سر نکن. از سحر به این هم خودم رو بزرگ داشته ایستادم. خیر تمام. زود جنجال نکن. همین خیل دختر یکه و یگانه دارم. چیکار کنم؟ آیا آسان است دختر را به شوهر دادن برای پدر؟ این خیل نگوی پدر جان. فکر کنید که اویله ما وسیع شده ایستاده است. داماد اومد یک فرزند زیاد میگردد. این هم درست است. دخترم تا شما تیاری دیدن من هم رفته کارهایم رو حل کنم. مایلش. اقلا امروز با کار نمی رفتی احسان. به این هم بزرگ پیدا کرده دخترمان رو خانه‌دار کرده ایستاده ایم خانم. احتیاج عائله نو خانه‌دار زیاد می شود. باز نصیب کند نبیره می شود انشالله. باید از پیشتر هم زیادتر باید کار کنم. پدر جانی من. همه چیز برای تو دختر زیبای من. احسان با من نگر. اگر این روزها رو دیده ایستاده باشیم به شرافتی کمیسر شاهین است. دعوت کردنی وی رو فراموش نکردی به فکرم. ای خانم آن حادثه ناخوش رو برای چی خاطررسان کرده آزید؟ حادثه خوش یا ناخوش اگر کمیسر شاهین نمیشد تا حال با آن خونخورها مشغول میگشتیم. پدرم درست میگویند. وی رو هم دعوت کنیم. به این روزی خوشبختی ما با شرافتی وی رسیدیم. اگر سنجر گفتنی آدمی خونخوار رو دستگیر نمیکرد کی میدوند به سرمون چی ها میآمد. درست میگویید. من زنگ زده کمیسر شاهین رو دعوت میکنم. احسان اقلا مسئله ماشینی عروس رو حل کرده؟ آن رو هم دیده ایستاده ایم. حل میکنیم. غمگین نشوید پدر جان. اگر لازم آید در بالای ماشینی بارکشتان سوار شده میروم. ماشینی عروسی داشتن شرط نیست. نه دخترم میشود همین خیل کار. بالای ماشینی بارکش؟ البته که نمیشود. یعنی یک ماشین عروسی میابیم حتما. بسیار عالی جناب بوده است. از همین جو پیامک میفرستد. مسافه راه گشته را هم حساب میکنم. همین خطر باز حتی نبض دل را میسنجد. هم اصلا به تلفن با ساعت علاقه بودن کسی تلفن را گذار گفتن نمیتواند چون که در نتیجه این ساعت است. پدر من در حیاتش این خیلی چیزا با ما نمیخرد. کی میدوند که چند پول باشد؟ از کجا میخرد؟ بسته تیار است. تیار است. باز نزدک کم مور زدم. بینیم کنی سخنمان رو گوش کرده گفته هایمان رو میکند. میبینیم سردار. حالا در نوبت مالک است. امروز روزی سالگردی برادرش. عملیاتی ترکیش کردنی بوده است. عملیات را شخصانی به عمل آورده است که مسئولیت جوابگیریش تا با ما میرسد. شخصانی که مالک را در این کار استفاده میبرند اساساً با من مشکلات دارند. دشمنم اگر با مالک به من هجوم کند من هم با چتین هجوم میکنم. خیر همش خوب لیکن همه این موضوعها با من مثل افسانه دروغ نمود. یعنی این مالک نام شخص انتقامی برادرم رو میگیرم گفته همه رو ترسونده چون این کار کردنش ممکن است. رفیقان معلومات آید جا و مکانهای این شخص آماده است. برای جایش را درست معین کردن همه معلومات رو استفاده فهمم محترم دوست. من باوری کامل دارم که آن مالک به هر گونه افلاسی دست میزند. سلام علیکم رفیقان. برای کار. انا باز آمد. کن اینجا شین. این به ناموس بی‌شرفت. آرام آرام. آرام باش. شین کنی. وای. حتی شغال را که اینقدر خشمگین گرداند این مالک واقعا مشکلاتی کلان است.
гап зан, дар бораи молик чиҳо медонӣ? ин саги бешарафу беномус яке аз он шахсоне аст ки зану духтари маро сӯзонда буд. ба ҷои гуфтагиам инро бурданат бароям муҳим аст. дар дохили ин чи аст? агар ягон рӯз мисли ман зӯру сарватманд шудан хоҳӣ, онро напурс. рӯзе мерасад ки дар дарунаш чӣ буданро медонӣ. ин корҳо дарҳол намешавад. саросима нашав. хайр, майлаш. вақте қуттиро бурдан хароҷот пайдо мешавад. ба фикрам ки ин мепӯшонад. лекин ин бисёр аст. ман то ҳол ин қадар пул надоштам. ин ҳоло чи аст? лекин пуле ки яку як бора омад одамро вайрон мекунад. мехоҳам ту асири пул нею роҳбари он бошӣ. ҳеҷ парво накунед. ин қуттиро дарҳол ба суроғаи гуфтаатон мебарам. фаромӯш накун. даҳонатро пӯшида нигоҳ дор. содиқ буданатро исбот кардани хоҳӣ, ҳар чӣ шавад нашавад ба касе чизе бояд нагӯӣ. фаҳмидӣ? махсусан ба алӣ. аз паси кор шав. ин бача аз ӯдаи ин кор баромада метавонад? як ҷое мебинем ки иродаи мустаҳкам дорад ё не. али ва шағолро дар он ҷо ҳал кунанд, бе ин ҳам ба читин эҳтиёҷ намемонад. бо як тир 3-4 парранда шикор мекунем. ҳозир занг занам? дарҳол занг зан. коре кунем ки ҳатман шағолро ба он ҷо биёранд. молик маконашро на аз муҳофизат мекунад. мурданӣ бошанд, ҳамаашон якҷоя бимиранд. агар дар куҷо будани моликро бидонӣ, бигӯ. дар ин ҷо, дар ин ҳолати дастгиршуда фаҳмида наметавонам. маълумоти хостаатон дар берун аст, дар кӯча. алё, гӯш мекунам. бале, манам. ба шумо мерасонам ки али бобур он малик гуфтани ҳариф имрӯз амалиёти таркиш ба амал меорад. хайр, тамом, инро ман ҳам медонам. хайр, ин амалиёт кай мешавад? дар куҷо мешавад? онро намедонам, ту меёбӣ. лекин суроғаи пайдо кардани моликро ба ту медиҳам. бе ин ҳам барои ҳамин занг задам. гап задан гир, гап задан гир. майлаш. суроғаро бигӯ. як лаҳза ист, қаламу коғаз гирам. одаме дар гурӯҳи махсус буда майнаи сари қаҳвӣ дорад. интизор намешавам. барои он мегӯям ки дар хотират нигоҳ дошта тавонӣ. беҳтараш аз шағоли дар дастат маҳкам буда пурс. туро ба он ҷо мебарад. ҳар хел ки набошад, молик рафиқи пешинааш аст. чӣ хел шағол, ту чиҳо мегӯӣ? алё? алё? жазояш шуд диҳад. як сонияи дигар монд. хомӯш кард. ака чӣ кор кардӣ? ёфтӣ? бисёр кам монда буд. худо гирад вайро. кам тараки дигар ба гап мегирифтӣ. охир бисёр олӣ мешуд. набошад рақами телефонаш намудор нест. як пурсу пус мекардем. муҳтарам додистон, ин одами соҳиб таҷриба аст. ҳатто вақти таъқибро низ ба ҳисоб гирифт. корти дар даст будааш ҳам барои як бор аст. вақт нест. бояд фавран аз пеи кор шавем. рафтем. ки занг задааст намедонем. ба ин бовар мекунем? бин, ҳатто шағолро медонад. ака, ин ҳариф ҳар касе бошад, ба ту ин хел занг зада суроға диҳад. қасам мехӯрам ки дар дохили ин кор ягон гап ҳаст. ҳила набошад рӯбо дар бозор намегардад. ҳила мекардагӣ бошад рафта ҷазояшонро диҳем. не, мо дар ихтиёр нишонае дорем. ман интизор шуда наметавонам. хезед, рафтем. ани рафтем? рафтем. ман ҳам меоям. ту ба куҷа, абла? бисёр хуб одат кардааст. бале. агар ба ӯ иҷозат диҳем,
сардори воҳиди махсусам мешавад. агар дом бошад ман мефаҳмам. аблаҳ гуфтаҳоят ҳақиқат доранд. додситон хонум, шояд ки шағолро истифода бурда тавонем. хайр чӣ хел мешавад? али ман фикр мекунам ки мо пештар якҷоя равем. хайр бо одамон гап заданро ба ман гузор. ҳис накунонда чӣ гап буданашро аниқ мекунам. мешавад. ба фикрам ҷои тараддуд нест. хайр тамом, биёед меравем. пештаро хонум додситон, гӯш мекунам. агар авҷиро пайдо кардан хоҳед, гузаштаи али бобурро тадқиқот намоед. чӣ? али бобур гуфтӣ? ман нафаҳмидам. ӯ чӣ алоқа дорад? алоқаи бисёр дорад. биё рафтем. пештаро додистонро машғул накун. ба ман бовар кунед, гуфтаамро иҷро кунед. рафтем. نیست در جایت. از کجا؟ این خوته را به این سراغه بیار گفتند. برای مالک بوده است. برای مالک؟ کی فرستاد؟ در خوته چی است؟ نمیدانم. آن طرفش رو نمیدانم. در اینجا انتظار شد. حریفی بد خیره افلاس باشه هم زن و دخترم گفتی. باز رحمی دلم آمد به تو. من تو فهمیدم. علی خدا نگاه دارد. اگر در درون کارها برک شود همین توکمه را زیر کردنت کافی است و ما خبر فرستادگی میشود. ما هم در حال از پی کارمان میشویم. عیناً همین خلاکه. اول ما با شغل به درون میدرویم. بعد از خبر دادن شما هم به حرکت میگذارید. رفتیم. رفتیم بچه‌ها. رفتیم. اکا این کودک به تو چیزی آورده است. از کی آوردی؟ تو قوطی را ده. او میفهمد گفت. بینید کنی در قوطی چی است؟ اکا قوطی خالی بوده است. یگان چیز نیست اکا. تو منو مسخره کردنی هستی؟ تو را کی به اینجا فرستاد؟ این کودک را به گپ درآرید. معلوم می شود که یگان گپ هست و فکرم کسی با ما بازی کرده ایستاده است. یک قسمی بمب‌ها را گرفته از اینجا برآرید. من می آیم. نایلا شکر. رفتیم. نمیدونم. سرده. اکا ایسون چه خیل است؟ کمیسر شاهین ببخش تو را کمی دیر زنگ زدم، اما امشب توی دختری ما زینب است. اوه مبارک شود اکا. تبریک میکنم. تو را حتما انتظار میشویم. البته که میآیم اکا. حتما حاضر میگردم. اکا معرکه داری است. یگان خواهش یگان خدمت هست. وای هست لیکن نه من خودم حل میکنم. اکا گفزن زینب جان و جگری ما است. من به خدمت آماده‌ام. مسئله ماشین را حل کرده نتوانستیم تا حال کمیسر. این ماشین کهنه بارکشی ما را آخر ماشین عروسی کرده نشود. چیکار کردنم را نمیدانم. اکا تو ایسا کن که این کار حل شد. ماشین من برای همین گونه روز هست.
من حاضر به طرف خانه شما می آیم. بعد 15 دقیقه ماشین عروس را به شما می سپارم. تو چی میگویی؟ جدی هستی؟ در حقیقت؟ اکا یگان گپ نداره. یک زیبایش میکنیم که همه در حیرت میمونن. خدا چی مرادی داشته باشی دیاز؟ خدا از تو راضی کرد. آمین. از همه. ای برادر، به کجا؟ با خبرگیری مالک آمدیم. شما کی هستید؟ من شما را نشناختم. شغال آمد میگویی. چی؟ شغال؟ براستی میگویی اکا؟ البته حقیقت. باز باید تئاتر برای میشد. اجازه ده دست را بوسم. با شما شناخته شدن برایم شرف است اکا. نامت هم بزرگ است. سلامت باش جیانی عزیز. مرحبا با درون دروید اکا. ما میگذاریم. چشمانم باوریم نمی آید تو ها؟ اینجا این من در اینجایم، در نزدت. از اکه مالک دیر موندید. 15 دقیقه پیش برآمدند. چیکار شد؟ من با وی حتما باید بخورم. با کجا رفت؟ این خودش کیست؟ این؟ همین که یک شاگرد ناهوده است. در نظر میگردانم که کار رو یاد گیرد. خسته نباشید اگر من هم خیلی شادم. گفتم که مالک نیست. هیچ گپ نه. ما نشسته انتظار میشویم. ای باشا از تو پرسیدم اگر ها؟ کم بودیش رو بباش. گفتم که ناهوده برو است. نشینید خیلی قهوه نوشید. کمی استراحت کنید، این خیلی نمی شود. و ما 3 قهوه بیار. مایلش یک قهوه آن را می نوشید. تو هم بالای سرم روز نیز گذشته شید؟ شما هم در اینجا بخطری رو خیلی زیاد گردانده. نبین همه طرف پر از تکنولوژی زمانوی است، مثل که اداره پلیس باشد. اکای مالک برای عملیات‌های نو به بخطری مبلغی کلان صرف کرد. از کامیرا سر کنید تا موج‌ها را آمیخته کننده، جمر، گفت و کوبی الکترومگنیتی و غیره. همه نمودی چیز هست. با خدا که عالی بوده است. آدمی نادرست هم به اینجا در آمدن نمیتواند. البته چی ها میگویی؟ مثلا اگر پلیس بیاید در برش سیگنال میدادگی جهاز باشد، حالا با مرکز ارتباطش کنده می شود. سیگنال نمی رود. فهمیدی؟ یعنی براحت قهوه‌تون رو نوشید. به حضور باشید. نه بین. قسم میخورم که سیگنال نیست. یک بار سیگنال کنده شد. این خائنی بیناموس آمیخته کننده سیگنال دارد. نباشه چیکار میکنیم اکا؟ ای برادر، اگر علی توگمه را زیر کند هم دیده نمیتوانیم آخر. این شغال علی را به دام افتاندگی بود. چی میگویی اکا؟ به درون درویم یا اینکه به نقشه بگذاریم؟ در حال به نقشه بمیگذاریم. قهوه هم آمد. زنگ زده پرسیدم. درباره تو گفتن که به پلیس تسلیم شده. کی؟ من؟ تو با من یک نگاه همه چیز رو میبینی؟ اگر با پلیس تسلیم شده باشی و با آنها هم کاری کرده یگان کار نکنی، شاید در نظر بودگی هم پلیس است. از کجا میداند؟ کی؟ مرا میگویی؟ اگر استادم شغال نباشد پس من انیق نیستم. این خیال
مهمان نوازیت رو نقض ندیدم. خیز برادر میرویم. اوف چیکار کرده ایستادن اینها. تو نگویی که در اینجا چی میکفتی و یگان جا رفتن نمیتوانی. анавай мошини боркаш аст ку баъд аз мо омода дар ин ҷо истод балки бо полис ҳамкорӣ мекардагӣ шумо ҳастед а беҳудагӣ накун модоме ки шумо ҷиғ назада бошед барои чи инҳо ба ин ҷо омаданд дар дохили ин мошин аниқ полисҳо аст аз ман гуфтааст не ака як мошини боркаш аст агар полис гӯӣ полис аст кани рафта он мошинро бинед عجبا در اون وضعیت چه خیل باشد ما عیناً همین خیل دوام دهیم تا جای شدگیش پیخست نمیکنن خیر نباشد رفتیم برا مرحمت اکا حریفی گفتگی هم را یافتید یافتیم اکا بمبه ها تیار رفت در قفای ماشین آنها را گیرد بعد رفته دختری احسان گفتنی حریف را دزدید در روزی توی دخترش به دستمون افتاد چیزی که ما گوییم همان را میکنند بیشتر شعبه پلیس را با دست خودش به هوا میپرانند مایلش اکا مخصوص تیار کردم با TNT پر قوت گردوندم و مقدار زیاد مواد گذاشتم یک ترکت به همه طرف پاش خورده همه را شکار میکند از روی تو شد همین خیل آرامی پدر و مادرم نیست لیکی تو در همه جا در روبرویم هستی و یکون کس نمودار نشد از اینجا گریخته نمی‌روزیم من نمیدانم دستگیر کرده بیارند پرسپاس کنید کی باشد از کجا باشد پرسیده فهمیم آنها پلیس هستند پلیس اگر گفتگیت راست باشه من جزایشون رو میدیم ای بچه این رو محکوب کردن چیه؟ با یگونجا درمون چی ظریف تلده کمتر به این طرف کش کنی؟ رفیقان با دقت باشید احتیاط کنید متایش ندارد زودتر در اینجا چی گپ است؟ خدای توبه چی شده ایستاده است؟ بار کشانده ایستادیم باز چی باید میشود؟ باری چی است در اینجا در این ساعت؟ با ما میوید عیب شد لیکن
این همون با کشاندن دیوان مشغولیم. بسیار وزین است نمیبینید؟ گذشته نمیتوانیم. مالی نو است. اگر گذاریم پاره پاره میشود. شما چی ها میگویید؟ شود شدن گیرد. گذار گفتم. نه اغزکا شما میدونه دکا گذارم نباشد ها؟ اینها در حقیقت پلیس بودن. ها پلیس من با شما گفته بودم که پلیسم. تو آنجا چیکار کرده ایستاده ای؟ هیچ همین خیلی نگاه میکنم. و چی نگاه میکنی؟ به نقشه ها نگاه میکنم. آن مالکی لعنتی کجا را میتر کند به آن نگاه میکنم. باز یکان سوال داری؟ یا اینکه تو هم پلیس هستی ها؟ خیر موسفید سر کن. چی شد؟ در مشکلی افتادی و شغال میگویی؟ چگل تو شیر بودی؟ کنی یک نعره زن تو اندازه گردنت رو بینیم. همه‌اش را پرانید نصف کنید. با فکرم همین را گفتنی بودی برادر. سلاح نکش. همه جا پر از مواد ترکنده است. به هوا میپره. آفرین شیر باشه. میتوانی موفق میشوی. آفرین شیر باشه. بسیار خیل ها؟ تماشا کرده استراحت کردی همین خیل نه؟ بسیار راحت کرد. خوب اوه بسیار در حقیقت زیبا شده است. تشکری زیاد اکای شاهین. هیچ گپ نه زینب این کار برای من راحت است. سلامت باشی کمیسر. تو نمیشدی دختر بیچاره را در ماشینی بارکش یا تاکسی به خانه عقد نکاح میبردی. نیاک همین خیل میشود. کنی گیر داماد هرچه زودتر کارهایتان را حل کنید. تشکر اکا خدا از شما راضی شود. من از خانه اشیاهایم را گیرم در حال یک جای رویم چون که سیرم ناآمد دیر مونده. مایلش انتظار میشم. شاهین بیا به خانه گذاریم. نیاک من باید روم. شما در خانه کاری تشویشی زیاد دارید. لیکن در خانه عقد نکاح با میخورید. نباشد من تو رو گرفته برم. نه من راه میگردم برایم فایده داره. خیر خودت میدانی. من هم دیر نشده به شعبه باری امروزه رو برده سپارم. میشود. خیر برای کار. اکا اگر یگان چیز لازم شود بپرواز زنگ زنید. سلامت باشی. رحمت کلام. رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای تو پیروزی نمایانی راهرو کرده ایم تا خدا گناهی گذشته و آینده تو را برایت ببخشاید. در همین جایی است. عیب شد. در حال دستانم را بسته پرتافتیم. گریخته نمیشدم به این هم میگریختم. اصلا من ابله هم که با تو به اینجا آمدم. تا مالک را یافتن یک طوری مویم را نمیتونی برم. مقصدی ما چیست؟ تا مالک را یافتن یک طوری مویم را نمیتونی برم. آفرین. پیش گذر راه گرد. رفته.
دیر هم مانده، لیکن حاضر بالای تو یاردم نکنیم هم نمیشود. سبب است. سلام برادر، چه خیلی یاری رسانده میتواند؟ یک بار سپاری خورده همونجا حال میکنم. من هم یک ماشین یافتم، لیکن کمی کهنه بود. اکای شمانی بسیار یک آدمی سخاوتمند است. این آدم آورده انا همین خیل ماشین رو داد. دل دیگر مردم نمیشود میدونی. بله در حقیقت همین خیل است. کدام وقتی که به یاری احتیاج داشته باشیم دایم در برمون میشود. چی شده است با این خوله؟ با اون کودک یگان چی شده باشد؟ ایستو نگاه دار. بخیر است خوله؟ ماتین رحمدلی بعضا به انسان قبض میآورد. رفیق داماد، هر ریشدار را بابا فکر نمیکنی. از ماشین فرایه. نه ماتین، نه فرا ماتین. چی اینقدر ترسانشک برآمدی؟ تمام شد. در بالای میز حجت و کاغذهای بسیار بودند، ولی به فکرم این جای عملیات ترکشی بمب است. در آن تاریخ امروزه نوشته شده است. نباشد اینجا کجا بوده است برادر؟ با پاسبانگاه مانند است، پاسبانگاهی حربی. آقا من رسمی این نقشه را گرفته به مرکز میفرستم. کار کرده برایم کجا بودنش را معلوم کنم. مرا کشیدم این کارو کرده نمیکنم. من حاضر راضی شدن رو تامین میکنم. پدر ما را نجات دهید. پدر پدر سودای امان بسیار عنیف و ساده است. مردن دخترت رو نخواهی با ماشینی بمب بار کرده امان با پاسبانگاه زده میدرایی. خدایا چه می شود؟ اسهل بر این می شود تا تو وظیفت را انجام دادن. زینب خانم با رفیق داماد در نزد من می ماند. چه خیل هستی زینب؟ مرا باید آوردی. من مالک هستم، مالک اکای سنجر. او رو سرد حریفین آدم داد نزن احمد. ماتین الو خیلی احسان خواهش میکنم دم از راگیر. این حریفان هر کسی باشد از زنگ زده یک احسان خبر ندارد. خیریت که در ماشین جهاز تعقیب کنی است. حاضر شما را پیدا میکنم حریفان ناآدم. پدر دخترم حاصل نوبت در تو.
سمت سفر به طرف پاسبانگاه نظامیه. مارش مارش. سگی بیشرف. رقم این ماشین رو هم عوض کنید. در یک هم عملیات دیگر لازم میشه. ها؟ نقشه پاسبانگاه را به مرکز فرستادم. لیکن تا حال آیدی موافقت نمودن یگان خبر نیست. برادران این خیل باشد سر و لباسمان را عوض کنیم و به عملیات آماده شویم. ایستا ابله ایستا. لیکن رفیقان بسیار یک وضعیتی بد. میدونی که عملیات ترکیش میشود، لیکن مجبوریم که انتظار شویم. الو. در سیستم موافقت کنونی کرده شد. پاسبان‌های فرستاده‌تان را انیق نمودیم. بسیار دور نیستید. انا همین خیل. عالی هستی گلیزار. آفرین به تو. هیچ گپ نه جانم. وظیفه همون است. بعد یگان ضیافت میکنی اکنون. خیر تمام. اگر تو خوراک خواهی مشکلی نیست. تو سراغ را فرست. رفیقانی ما را هم زود راهنمایی کن. با ما باز لباسی حربی لازم. با لباسی شهروندی رفته نمیتونیم. در نزدیکترین جای وا میخوریم. خوب؟ مایلش. میدونی من یگان تکلیفی با خوری تو را رد نمیکنم. بعد 10 دقیقه در آنجایم. آن مالک رو حتما دستگیر میکنیم. به خانم دادستان سلامی مرا رسان. هیچ پروا نکنم. ما او را از این کار باز میداریم. سلام میگوید. خیریت که در اینجا بودنی مرا به خاطر آورد. علی تلفنات را با من ده. با خانم دادستان گپ زدنم لازم. چی گپ میزنی؟ چی میگویی؟ با تو چی؟ گلیزار تلفنات رو به خانم دادستان میدی؟ شما رو میپرسد. من رفته آمودگی به عملیات رو سر میکنم. گپ زن علی. خانم دادستان این شغال میخواد با شما صحبت کند اما گیر. خانم دادستان؟ خیر تمام برادران. گلیزار رفیقانی ما را همراهی میکند. رفیقان این حریف را باز داریم. من یگان چیز دیگر نمیخواهم. انشالله. گفته هایم را فراموش نکن خانم دادستان. فرصت همین فرصت است. گذشته علی بابا را باید تحقیقات نماییم. ابله این را به من ده. تو در چی باره گپ میزنی؟ کاری تو چی؟ الو گونو. محترم دادستان این لعنتی چی میگوید؟ نامم رو شنیدم. درباره من چی میگوید این خبر؟ بعدی با آخر رسیدن عملیات گلیزار اگر فرصت رو برای وا خوردن شود آن وقت صحبت میکنیم علی بابور. الو خاموش کرد. تلفن رو برویم خاموش کرد. کنی پیش گذر راه گرد. زود باش. سلام علیکم. بخیر است پهلوان. چی میگویی؟ چیکار میکنی؟ با تو چی؟ این کاری تو خوب نیست. بیزن بیرم از اینجا. سلام رو بیرون نکن. با زیری پایم نگیرم تو رو. چرا رقم این ماشین را عوض میکنی؟ تو کی هستی که با تو حسابات دیم؟ کسی نباشم چی فرق داره؟ نه برای چی؟ این ماشین از من است. حاضر به یکم جد نخلانم. دختر در کجا است؟ به کجا بردید؟ گوش کن. به مغزی سرت خلانده تمامی بینتایت را میکشایم. زود گبزن نگویم. گبزن. حاضر من چی کار میکنم؟ به جان اسکران جوان چگونه قصد کنم؟ اوف
دست و پایم بسته شده است. دخترم پروا نکن، تو را نجات میدیم. سرده گفتم. سردهد سراب تو در اینجا چی کار میکنی؟ سراب زینب سراب با تو چی کردن آخر؟ سراب خدا جزایشون رو دید. سراب با تو چی کار کردن؟ سراب اوهو خانم زینب چی خیل هستید؟ بازگیری کرده اید؟ آبی چشمتان رو بهوده حیف نکنید. با سراب چی کار کردی؟ از من چی میخواستی بی وجدان؟ از وی چی میخواهم که زیبایی من در اصل میخواستگی من تو هستی. سرده مویم رو بابای دست رسا ابلا دست رسا گفتم. ماتین بعد از برادرم گفته همین آدم رو یافتی. نه یک طرف استانی فلوس. وقتی حساب کردن همین است. نه سراب عاقبتی تو هم همین خیل می شود. ای فلوس سراب مرا ببخش سراب. زودتر برید کنید. سردید مرا. برید. سراب حیوانهای افلاس. سلام علیکم. و علیکم السلام. تو آدمی نو هستی به فکرم. من هر دایم به مغازه بار میآورم. بیگانه نیستم یعنی. کنی یک شناسنامه ات را بینم؟ با فکرم که این حریف از عهده کار نمیبراید. آدم رو میشناسند دیگه مشکلی نمیشود. در اون درایت کفایت دوامش کاری ما. این خدمت عسکری مثل اونه که هیچ تمام نمیشود. محبوبه هم رو پزمان شدم. تمام میشود برادر، تمام میشود. پروا نکن. از تو هم به فکرم کم مونده است. چند روز مونده است؟ یک ماه کمتر. نخود تمام شد که خیر مبارک شود. میدونی در اصل اینجا را بسیار یاد میکنم. شما را یاد میکنم. این اکه احسانی مون نیست؟ بله این پاسبانی نام نشناختم. خیر تمام برادر تمام. اکه احسان آدمی خودی است. در رو کشو گذرد. کشو اطاعت. خوش آمدی اکه احسان. این رفیق آدمی نو است. تو رو نشناخته است. بخشش. هیچ گپ نیست جیان. میشود همین خیر. مرحمت اکه. برو ریکور. مکان همین جاست. چند نفر هستند؟
дар назди дарду посбон аст. дар дохил одами зиёд аст. зинда намебароӣ. он тарафашро худо медонад. набошад ба ту хоби хуш. هر قدر مشکل هم باشد خدا آسان میگرداند. مدد خداوند. نه نکن بابای دست نرسون. نه دست نرسون. سرده وی را خواهش میکنم نکن. با چشمانی خودت بید. نرسون دست بابای. که بزنی دوست دختر چی ها میکنم. التماس دست نرسون بابای. نکن. اگر لازم شود جانی مرا گیر لیکن بابای دست نرسون. بابای دست نرسون التماس. نکن. نه سرده. هرگز بابای دست نرسون. ای بیناموس. کمتر ذوق نبرم همچونه میکشم. نه نکن این کارو. بابای دست نرسون بشرم. نه دست نرسون گفتم. سرده مرا. نکن. نه زینب. سرده. حریفی پسو رو سرده. سرده گفتم با تو بشرم. زینب. تو با برادری من رحم کردی؟ سرده گفتم ای رحم بیناموس. کردی؟ من هیچ کار نکردم. برادرم رو از دست دادم. از دست دادم میفهمی؟ از دست سرده دادم. رو سرده. زینب. ای حریف. قاتل. انسان پست. ای کفایا هر دو تو رو نصف میکنم. یگان کس هست با ما یاری دیه. ما رو نجات دیه. کسی هست خدایا مدد رسون. تمام زینب. تمام. آرام شو. خدایا مدد رسون. ایستا. آن دستان افلاست را از روی آدمی بیگناه بگیر. من تو را شناختم. تو همان پلیس ابله هستی که برادرم را به من فرستادی. تو را میجوستم که تو خودت پیدا شدی. من کسی را نکشته. برادری دیوانه تو خودش به جانش قصد کرد. کارش را انجام دید. بسم الله الرحمن الرحیم. چون آفتاب خیره گردد و چون ستارگان فرو ریزد و چون کوه‌ها از جای خود بیجا این دیوانه است. و چون حتی فایدهش به خودش نمیرسد. به حال خود گذاشته شوند و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند، چون دریاها آتش گیرند و چون روحها با تنها یک جای گردند و چون از دختری زنده به گور شده این احمق چیکار کرده شدم؟ پرانه بیرو. و چه گناهی کشته شده است. متین!
ака шириниҳо ҳам тамом шуда буд. Хуб ки овардӣ. ака бахайр бошад. хуб нестӣ? ягон мушкилот дорӣ? не, хубам. ягон мушкилот нест. ака чиро интизорем? биё тарк кунем. саросима нашавед. аввал ҳамашро ба дарун кашонанд. با این فرزندان جوان این کار را کرده نمیتوانم. تو مرا ببخش خدایا. خدایا دخترم را نگاه دار. یگان چی گفتی اکل؟ بای بچه ها بمب است. این قطعه ها پر از بمب است. چی؟ بمب! همه بینا را ترک کنه. خدایا جزایش را دهد. صبر کرده نتوانست به عقل. رفیقان مسئله این آدم ها را بینید. من از پسی ماشینی بارکش می شوم. خیر مایلاش با نقشه بی میگذاریم. همه چیز در دست تو است. در ماشین باز ایلوواگی هست. بمب ها رو گیر. در آمده آنجا رو به هوا پران. خوب شده سکا. این کار آنقدر آسان نیست. حاضر هر جاتون قفل گردید. نباشن مینه سرش رو تیپ نکنم. سرده رو حریفین آدم. سرده زینب تمام آرام شد. دخترم را دوست دیدند. سردار زینبم در دستشون. التماس یاری رسانید. مایلش اکا تو خاطر نشو. ما این مسئله رو حل میکنیم. خاطر نشو. پروندن تمام. آن ماشین رو من کنه. نه در ماشین بمب است. ایستید آتش نکشوید. حیوان گلیزار بمب کفانها را دوست نمیدارد. خدایا به من مدد رسان. خوش آمدید محترم دادستان. مادر شما در اینجا چی کار میکنید؟ این خودش چی گپ؟ به خبرگیری دخترم اومده نمیتوانم. البته میتوانید لیکن من حاضر کار دارم. با شما مشغول شده نمیتوانم. مایلش دخترم. ما همین خیل در یک گوشه میشینیم تا از پی کارت شم. جانان آیدی گذشته علی بابور همه معلومات رو جمع کن. کی در کجا به دنیا آمد، پدر و مادرش کی است، همش رو باید آموزم. این چی خیل گپ است دخترم؟ با مادرش شناس گشتیم کو؟ مادر جان بسیار چیزها هست که نمیدونید. التماس به کاری من دخالت نکنید. دخترم هم حق است. یک دادستانی کلان البته که آدمی خانه‌دار میشدگیش را تحقیقات میبرد. مادر آموخته هایتان رو با ما هم نقل کنید میلش. مادر این دختر بسیار در هیجان است. کفایه مادر. روید از اینجا، من کار دارم. به خبرگیری هم دیگر وقت میایید. دخترم ما رو پیش کار میکنیم. دارم میگویم نمیفهمید. خوب خیر تو بازدید. روید از اینجا. روید بعد ما میخوریم. تو چی ایستاده ای؟ گفتم رو اجرا کن. وای با علی بابور. بس کن جانون، بس. گپزنی رو بس کن. چیزی گفته باشم همون رو اجرا کن. مایلش. علی با افجی چگونه علاقه داشته میتواند؟
چرا روحی با اوجی میرفتگی از علی باید گذرد؟ خدایا به من کمک کن. پسرا انا یکی از اون شخصانی که دخترم رو دزدید. خدایا اکا آدمی پس علی چیکار کردین؟ بس کن بگویم بس کن. چیکار کردین بگو. تمام ما خودمو حل میکنیم. تقا کمتریست از من هم بدتر بوده ای؟ تمام اکا سرده مرو اکا جان تمام سرده ایستو آروم باش. کمی وزنی شو التماس کمی آروم شو. سلام علیکم. وضعیت چگونه است برادر؟ کوشش میکنیم که چیزی گویند. گپ نمیزنم. نه گلیزور تو با اکا یک سو مشغول شو. گذر اکا با من بیایید. مالکی ها کاری دخترت رو حل کردگی. فریاد و فیغانش رو حتی از اینجا میشنوم. آی با من نگر ابله من از هفت پشتت سر نکردم. گپ زن. در کجاست آن مالکی اشتری پس دلی؟ در کجاست؟ آه خدایا کتو با من بیا بیا سراب دوگانه زیبایی من مرا ببخش. از روی من شده به جانی تو قصد کردن. سراب هرچی زودتر از اینجا بر آمدنم لازم. سراب رفتیم. سراب کنی هرچی زودتر از اینجا بر آمدنم لازم. کنی زود باشید. برای زودتر پیش در راه. وقتی در ترازوی عدالت حساب دادن تو هم رسید فکر داشته که آهی اینقدر آدمی بیگناه در زمین میماند؟ به گروه یک خبر دیم. تلفن به سلامتی ضرر دارد. آن را من میگیرم. ای شوی پارلمان خنده بهتر بوده است. من هم زنده ماندن رو لازم میبینم. گیرد آن دختر رو. سردین برو. سردین یاری رسون. سردین متین کمک کن. یاری رسون کسی هست. سردین یکا نفر کمک کنه. زینب ما با اینها میرویم. از همین مولی سر کردم همشون رو پروانه یک کمک کنه. زینب سردین مرا. سردین همشون رو بکشید. سردین گوش کن آخرین بار میپرسم مالک در کجاست؟ من گپ نمیزنم. گوش کن من زبان خارجی را نمیدونم ولی زبان شما بر این لعنتی ها رو خیلی خوب میفهمم.
فکرم شما با گپ در آورده میتوان. ممکن. شاید توانیم. انیق ایستو چیکار میکنی؟ ما رو با آسمان میپرانی. یگان کاری بد نیست. اولین ترکانی که با آسمان میپرند ما رو تو میشویم. در بیکاز، در یک انبار، در بیکاز گفتم. انا همین دخترانی دوست دیدگیش رو هم در آنجا نگاه میدارد. چی شد ابله؟ هیچ چیز نمیگویم گفتی کو؟ بلبل برای سر رویدی ها؟ کار حل شد رفیقان، میرویم. خواهر تبریک میکنم. تشکر. تبریک میکنم. تشکر. با گپ در آورده توانستنشو انیق دانستی اپا جان. سلامت باش. دکتران شما همینجا ایستید و یگان جا نروید. من بازگشته به نزدتان میآیم. تو بالای سرشان است. نه اکا زینب در دستشون است. من هم میآیم. شما انتظار شوید. کنی رفتیم. همه با یکدیگر آمیخته شده است. کارلوس تو یگان نقطه نقص پیدا کنه که در این بی‌ترتیبی به تو احتیاج پیدا می شود. فهمیدم. گلیزار دختران در اختیاری تو. مالش براری کور. مالک و زینب رو ما میگیریم اکا. بیا برادر. بسم الله. علی چی شد؟ چی میگویی؟ من هم میآیم. با خدا خوب شده است نباشد. یگان یراق دیهم تو هم رو کمک کن میشود یا اینکه بازوک دیهم با آن پرام نه سبستا نگو در جایت آرام اکشین. تا انتقامم رو نگیرم از اینجا نمیروم. سرده مرا، سرده مرا، سرده مرا، سرده. مالک کاری تو تا همینجا بود است مالک. اینها را نست کن. نه نه نه. کارلوس آنها را زود نست کنید. مایل شکا. نه نه. اول رفیق داماد را. نه ماتین ماتین. ماتین. زینب ماتین ماتین با تو چی کردن ماتین؟ تمام
نترسید دخترها، همش گذشت. با من بیایید از طرف چپ. زودتر 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 زودتر. حاضر فرصت خوب است. تمام آرام شو زینب، پروا نکن. کمتر بدیاری تاجیلی همینجا می شود، نقض می شود. آرام باش، آرام. تشکر زیاده که شاهین. اگر شما نمی شدید حتی چی شیردنش را فکر کردن نمی توانم. فکر نکن، غم مخور. اکنون شما را بسیار روزهای نیک انتظار است. هرگز خود را نپلتا. خدا از شما روز شما دکه. متین، تو داماد هستی، را افتاده نشو. تمام. اکا شما بسیار مرا در خجالت ماندید. شاهین، مالک در کجاست؟ به آن طرف رفت. شما از پیر شوید، من اینجا را حل میکنم. خوب زود باشید. آها، این شاهینی ما. شاهین تو در اینجا؟ خوب هستید قربانتان شوم؟ خوبیم. شکری زیاد که زینب را نجات داد. نقص خدا را شکر. آفرین به تو شاهین. داماد، یاری تعجیلی جیغ زدیم، آمده ایستاده است. خودت را سر نده، در تویت ما رقص میکنیم. شغال شغال. از سید شرطوی سم را نگیرم نمی روم. سوار شو چتین. وظیفه به تو دادم را با موفقیت به جا آوردی. آفرین. برای چی با من بازی کردید؟ بازی نکردیم، لیکن فهمیدم که باز همون علی تو آمده همه را شوریده است. لیکن قوطی خالی بود. نه، در قوطی کامرا بود. بسیار نوارهای لازمی را دسترس نمودیم، لیکن علی آمده کارها را ویران کرد. من نفهمیدم. تو وظیفه به عهده‌ات بوده را کردی، به علی و دیگران یگان چیز نگفتی و از آن وضعیت ناآرام با موفقیت برآمدی. آفرین. برای همین به تو یک وظیفه مهم میدیم. وظیفه 90 عاید علی به من معلومات دادن است، هم برای یافتن قاتل پدرت و هم برای پرقوت شدن من و تو. این بسیار مهم است. لیکن اگه علی در آن خانه آنقدر مهم است، به او نمی شود مگر؟ انا آن طرف به مهارت تو وابسته است.
این کارت کردیتی تو است، به محدود. رمزش در داخلش نوشته شدگی. خواستگیت بر این استفاده برده میتوانی. آیدی علی، همه چیز را فهمیدن میخواهم. وقتی انتقام رسید سگ نصف میشوی. وقتی آتش را دیدن زن و دخترت هم خیلی ناتوان مانده بود. ایستا! سلاحت را پرتا! سلاحت را پایان کن، او به ما لازم است. ایستا! گوش کن، او به ما در کار است. میگویم باز یگان ابلهی نکنی. نام زن و دخترم را با زبان نگیر مالک. هرگز. شغال ایستا! این کار را نکن. زن و دخترم را ها؟ آتش ها؟ دنیایم را سوزاندید ظالمان. جانم را با چقوری دوزخ پرتافتید. این کار را نکن شغال، نکن. برای آن بیشرف دوزخ شدم علی. انتقام اکنون بهشتی من است، میفهمی؟ سگی ابله. برید اکن این رو، برید. رفتیم. جزایش را گرفت بی ناموس. محترم دادستان، این چه خیل می شود؟ این چتین دایم از بین غیب میزند. بسیار میترسم خانم. با سرش یگان حادثه نیفتد. نترس. علی هم همچنین نبود. چه خیلی که علی را مثل فرزند خود کلان کردیم، چتین را هم همان خیل کلان میکنیم با خواست خدا. باز یک مسئله هست. بچه کلان شده است. اکنون به علی پسرخوان بودنش را باید گوییم.